عزیزا، درود برای همانهایی که این ویدیو را در فیسبوک، در یوتیوب یا در اینستاگرام میبینند. و این دهه گچک طرف قهرمان این سرحدی دو دهه است که در حصار قرار دارد و ما در همین جا بزرگ شدیم. مثلا این پیراهایی که میبینین، این لبلبی کانال، همین پیراهای تنگ پیراهایی هست که من قریب 18 19 20 سال قدم زدم و این کانالی که میبینین گاه سیلابا میاد ولی بسیار وقت در 90% حالات آبش خیلی کم است. ما با سنگ‌های این غلطیده و افتاده بزرگ شدیم و این توربه عجیبی که میبینین، این آب انتقال میدهد از کانال حصار و این دهه های ما و ده ها دهه دیگر آبی کرده است توسط همین کانالی است که از دوره شوروی برای ما میراث ماند و در این حوض ما آببازی میکردیم. این خرج در این کانال و عجیبش همین است که شاید برای بسیار ترسناک باشد ولی ما خولیگانی میکردیم و داخل همین توربه بزرگ وارد میشدیم و از اون طرف میبرانیم و از اون طرف پویلوچ با آبی تر لجیده و غجیده می آمدیم و بسیار وقتا خیلی دردناک به اینجا می افتیدیم. از بالا این توربه به زمین می افتیدیم بسیاری ها. بچه‌ای که همسن سالیمان پدنره شاید یاد دارین، ما همون بازی سرکنکانی در آب میکردیم و بسیاری ها وقتی که خودتر بود اینجا می افتیدیم و خیلی سختم بود وقتی افتیدن ما. ادامه‌اش دوام می‌دیم که یک گوشه دهه‌ای من با نام گچک در شهر حصار براتون معرفی میکنم. خب یک نکته زیبای دیگری که من در این دهه دوست می‌دارم و جای دوست داشتنی من در این دهه هست، اول اینکه کم آدم است در بسیار حالات‌ها و بعداً من در همین جا بزرگ شدم. به چه خاطر من اینجا را دوست می‌دارم؟ برای که یک میدان فراخی هست که ما را به کوه‌های باباتاق می‌پیوندد و اون دهه‌ای که در میان می‌بینید یک 5-10 سال اخیر آباد شده است، دهه‌های نوبنیاد است. و وقتی که اون دهه‌ها نبود، از همین جا در فصل بهار سبزی می‌دمد، این گندمی که کلخوز می‌کند تا نوک کوه همه سبز است و عجیبش همین است که بعد از 1 ماه 2 ماه از همینجا زردی سر میشد تا نوک کوه زردی است دیگه. وقتی که زمستان میبیایی از همینجا سفیدی سر میشد تا نوک کوه سفیدی است. با همین خاطر من این نقطه را در دهه دوست میدارم و من فکر میکنم که هر یکی شما هم در دهه هاتون یک جای دوست داشتنی خاص با تاریخ و با قصه هاش برای خودتون دارین. من کوچک میگم که اینجا خاطره های تلخ و شیرین عاشقی من هم پس سر شده است، ولی قصه هاش دردی بخیر، ولی خیلی خاطره های تلخ و شیرین عاشقی من در دوره نورسی منیخترش پشت سر شده است و گفتی استاد لایق یادش بخیر باد، آن عشق کودکی، آن عشق گم شده چون شعر رودکی. من فکر میکنم از تماشای یک گوشه دهه من با نام گچک چیز معلومات گرفتید، حلاوت بردید و در ضمن گچک یک از 5-6 دهه‌های بزرگترین سیر اهالی در شهر حصار است و گچ این یک کانی است که در همون قطار کوه‌ها می‌بینید شما و از اون گچ هر یک 10 سال 15 سال از نو کار کرد میشد و اون گچ میبرن به کارخانه‌ها، همون کاسه و طبق‌های گچین برای ما میسازن و به همون خاطر از نام همون گچ گرفته شده است گچک. خودتون احتیاط کنین، نیست بود کرونا، زنده بود صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا. ماسک نیست خوشبختانه در این منطقه برای که آدم نیست، از کرونا هیچ خبر نیست. کرونا اینجا بیاد رشک میکنه دیگه.